در پی آتشباران گرد و اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه واقع در جنوب شرق اوکراین، آخرین و ششمین راکتور هسته‌ای این پایگاه از تأمین نیروی برق محروم شد و از کار ماند. پیش بینی می شود که روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گزارش اجنسی بین المللی نیروی هسته‌ای بعد دیدن ناظرانش از این نیروگاه ارزیابی شود. روز 5 سپتامبر شرکت انرهادر که نظارت نیروگاه هسته‌ای را بر دوش دارد، ابراز داشت که آتش توپخانه سبب قطع فعالیت راکتور آخرین است و با آرام شدن وضع نیروگاه دوباره فعال می شود. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی میگوید روسیه در عرصه نشر گزارش اجنسی بین المللی نیروی هسته‌ای گرد و اطراف نیروگاه زاپاروژه را آتشباران کرد که شهادت بی‌اعتنایی مسکو به نگرانی‌های جامعه جهانی است. روسیه برعکس اوکراین را مسئول تیرباران مناطق گرد و اطراف نیروگاه مینامد. رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا جوزپ بورل روسیه را با رفتار بی‌ملاحظه در رابطه با نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه متهم کرد. او هشدار داد که ادامه چنین رفتار می تواند سببگار فاجعه به مانند چرنوبیل شود. هفته گذشته رئیس اجنسی بین المللی نیروی هسته‌ای رافائل گروسی در رأس یک هیئت این بنگاه هسته‌ای سازمان ملل به زاپاروژه سفر کرده و از این نیروگاه هسته‌ای را با چشم خود دید. او روز سه‌شنبه در این باره به شورای امنیت سازمان ملل گزارش می‌دهد. طبق اخبار آخرین، فعلا نیروهای اوکراین حمله‌های جوابیشان را در سمت جنوب پیاده نمودند و نیروهای تجاوزگری روسیه در سمت‌های جنوب و شرق تمرکز کردند. مأموریتی از طرف روسیه تعیین شده ولایت خرسون نظرپرسی را برای شامل شدن به روسیه به تأخیر انداخته است.